من علی جانم و اینجا سولوجیمه. به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدید. امروز قراره با دو تا دمبل، یکی دمبل سبک و یکی دیگه به نسبت اون یکی سنگین‌تر، تمرین سرشونه و بک یا پشت انجام بدیم. بریم براش ببینیم چیه. Let's go. برای این تمرین من یه دمبل 5 کیلو و یه دمبل 7.5 کیلو رو انتخاب کردم. تمرین نشت از جانب هممون باهاش آشناییم. به این صورته که یه دمبل رو ثابت بالا نگه می‌داریم و دست دیگرمون رو باهاش حرکت اجرا می‌کنیم. دم و بازدم خیلی مهمه و سعی کنید اصلا تو تمریناتون ازش دریغ نکنید. تمرکز داشته باشید که خوب نفس بگیرید. همینجوری که داشتیم انجام میدادیم دستمون رو عوض کنید، حالا دست دیگه. سعی کنید با دست قوی ترتون تمرین شروع کنید که موقعی که میخواید دست رو عوض کنید خیلی فشار نخورید. بنا به نسبت بدنتون برای خودتون استراحت مورد نیازتون رو باید اندازه گیری کنید. مثلا من حدود 1 دقیقه 30 ثانیه برای ریکاوری بین تمرینام، حالا بسته به تمرینی که دارم انجام میدم، اگه قدرتی باشه یکم بیشتر، ولی معمولا تمریناتی که تعداد و وزنم متعادله خب خیلی استراحت نمیکنم. میدونم از جانب براتون اجرا کنم که ببینید زاویه رو. درست مثل همون دوباره این دست ثابت میشه و این دست هم اجرا میکنه. خب حالا توی این تمرین قراره پرس سرشونه رو اجرا کنیم، ولی خب یک دمبل سبکتر من 7.5 انتخاب کردم با 10. به این صورت که این دست رو ثابت نگه میداریم. میریم براش. یا اگه بخوام فشار بیشتری رو به سرشونم بیارم، میتونم این دست رو به جای اینکه تو زاویه 90 نگه دارم بالا نگه دارم و دست دیگه هم حرکت رو اجرا کنه. همینطور برای دست دیگه هم میتونیم اجرا کنیم. اما بازم بین حرکات خیلی مهمه. بریم حرکت بعدی. خب از اونجایی که من تمرین فانکشنال رو خیلی دوست دارم و حتی دوست دارم توی دوره‌ای که وزنه میزنم و تمرین وزنم ضربانم رو تا حدی با یه تمرین بین ست هام بالا ببرم. تمرین جک سرشونه به نظرم تو تمرین خیلی مفیده، به این حالت که عین همون سرشونه پرس 90 درجه دست رو نگه می‌دارید، هول حرکت میدید. یادتون باشه نسبت به زورتون و قدرت عضلاتتون با دمبلتون انتخاب کنید. زیاده روی نکنید. ما اینجا هدفمون بهبود بدنمونه و برای بهبود عضلات و بدن زمان لازمه، پس عجله تو کارمون نیست. حرکت آخرمون یکم حرکت ادوانس لولی و ممکنه نتونید به عنوان مبتدی به راحتی اجراش کنید. من انجام میدم ولی توی خونه تست کنید. میتونید اگر میخوایدم خیلی اصرار دارید که این حرکت رو اجرا کنید حداقل زانوتون رو به زمین بذارید. بریم براش ببینیم چیه. حرکت اسمش من میکره. دو تا دمبل داریم روی زمین. برای اجرای حرکت یک شنا میریم، 1 2 دوباره یه شنا،
تمرین امروزمون هم به پایان رسید. 4 تا حرکت داشتیم. این حرکات تو روزهای سرشونه و بکتون استفاده کنید. در ویدیو آینده بیشتر دقیق‌تر خواهم شد. تمرینات جدیدتر و بروزتری براتون قرار خواهم داد. یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید و از همین روی گل همتون رو میبوسم. تمرین یادتون نره. بای بای.